ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستند، انسان هستند و قابل رحم هستند، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. دوستان عزیز، عرض ادب و سلام دارم به شما عزیزان محترم. باز هم طبق معمول امروز سروی داریم. در سروی آمدیم به این خانه. اینا یک بیمار دارن، کلانسال، بیمار بسیار جگر خون کننده. خواستم شما عزیزا را که از اونا وصل بکنم، گپ‌های دل از اونا را که شما شریک بکنم، ببینیم اونا چی مشکلات دارن. واقعا فامیل بی وضاحت از دی ماه مبارک رمضان حتی پول به دوای خود ندارن. میریم میبینیم که چی گفتنی های دارن. شما عزیزان که از اونا یک جای معرفی تان میگم. این شما و این هم اونا. بریم با ما باشین. دوستان عزیز، طبق معمول امروز باز هم سروی داشتیم که با یکی از فامیل های رسیدیم که فامیل بی وضاحت است، بیمار بسیار سخت دارن که توان تداویش ندارن. یعنی کسی هست که از دست از بیماری شب و روز خواب ندارن و جوانهایشان هم چقدر که کار میکنن ایله و نمق میکنن که زندگی روزمره خود بسیار به کدورت پیش ببرن. که جوانش با ما هست، ای برنامه مادرشان هست، پدرشان هست و بچه‌شان، 2 پسر دیگه‌شان نبود. ما خواستیم امروز که از اینا مصاحبه داشته باشیم، مشکلات از اینا را با شما عزیزان شریک بکنیم. پدر ناتوان، بیمار و واقعا حالات بیماریش خیلی رنجاننده است بر هر بیننده، بر هر انسان. خواستم که از اینا گپ‌های قلب‌های اینا را با شما شریک بکنم، ببینیم اینا چی گفتنی های داره با شما. خب میریم با طرف جوان خانه. سلام علیکم قند بدر. سلام علیکم جمیل هستم. و علیکم السلام. میخواستم چند سوال حساب پدرم مریضی داشتیم. حساب پدرم میگفتم پدرم بسیار زیاد 3 دفعه عملیات شده. حساب تداویشه. 2 برادرم هست، یکیش مکتب میخونه، یکیش بیکار از خانه است. منیم یک ما هستم در 5000 پر رفتم در شارواله رفتیم. حساب تداوی پدرم عدس ما چیز نمیگفتم، حساب تداوی پدرم بکنیم. گفتیم یگان جوان یگان چیز هستن، گفتیم که ما کمک کنن. چند سال میشه که امیر رقم مریض است؟ امی از 7 سال کم میشم، تقریبا امی 5-6 سال هم میشه. شما چرا پیش دکتر نبردین؟ توان اقتصادی نداریم، میگه تا که پیسه نباشه چیز علاج تا مریض تان میگه نمیشه. نال ما دست ما چیز نمیه، ما پای تداوی پدرم میکنیم به خاطر. ای شب ها چه رقم خو میکنن؟ همش نه شب روز، نه شب خو دارن نه روز داریم. شب تا صبح کج بیدار هستیم، امروز هم شب هیچ از ایتم. یعنی خودتان میبینید دیگه، یعنی دمی شروع خوردن است، نه شب خو دارن نه روز خو دارن. بیا الله شفا دهنده است، الله شفایش بده. چی درخواست دارین از کسایی که ویدیو شما را میبینن؟ همین درخواست ماست از خیر سرشان که اگه کمک میشه، اگه پدرم حساب پیش دکتر، حساب دوایش، این کمک ازشان میخوایم انشالله. انشالله. دوستان عزیز، گفته های جوان خانه بود.
میخواستم چند سوال از خود شخصی داشتم. مکتب درس چیزی میخوانی یا نه؟ والا درس میخواندم تا صنف 4 خواندم، بعد دیدم اقتصاد خانه ما خراب بود. مادرم حال پایده داشت، مریض است، مادرم دیگه کار کرد توان کار کردن نداره. من گفتم خیلی تو بیش در خانه خدمت پدرک بود. ما میریم در کار 1-2 ساعت حسابم دوای پدرم گفتیم برش پیدا میکنیم، از هر جا کار میکنیم، زحمت میکشیم. در 100 روپه مقصدم یه لقمه نان نمیخوانه را گفتیم دادیم. بیا الله رحمان است. اگر احیانا زمینه درس حالا برات مساعد شد، مثلا کامپیوتر یا بعض درس های دیگه، آماده هستی باید درس بخوانی؟ حالا آماده هستم، اما پدرم میگه که این مشکل داره، این مشکل پدرم رفع شد و میخوایم ما تصمیم درس دارم و خیلی درس ما اگر کس در پالوی ازی که دوای پدرتشون کمک بکنن، هم برای یک دواشا و هم در پالوی ازی میخوای درس تا شروع بکنی؟ بله درس ما شروع میکنیم. یک مشکل پدرم است اینمی که رفع شد و حساب دوایش حساب کمکیش من پس درس شروع میکنم انشالله. دوست عزیز، این معلومات بود که بچه یکشان داد. میخوایم یک چند چیز از خودشان پرسان بکنم. کاکا چطور هستین؟ خوب هستی؟ خدا چطور احساس میکنی؟ احساس درد نمیکنم. درد میکنه وجودت؟ وجودم درد دارم. چی میخوای از کسایی که ویدیوی تو را میبینن؟ میکنم یک کمک کنید که من تداوی کنم. انشالله. خوراک چی میخوای بخوری؟ خوراک چی خوش داری؟ توان خوردنش داری نداری؟ میتونی خورده چه رقم؟ اشتیا نداری؟ نه. نمی شورک خوردن نمیمانه که پدرم ایده اشتیا چیز میخوره با پس نیم شورک میخوره با پس نیم کلش این چیز شورک میخوره. قبلا گفتی روداش تکلیف داره. چی تکلیف داره؟ 3 دفعه عملیات شده. روداش پلاستیک هسته. پلاستیکی روداش؟ بله روداش پلاستیک هسته. اشتیا حساب شده. دکتر هاشی شده. توانش نداریم ببریم پیش دکتر ببریمش. دوستان عزیز، این بود فامیل مستحق و پدر بیمار جوان بی‌بضاعت که تقریبا در شاروالی وظیفه دارد. در حدود 4000 یا 5000 که ما از کلان منطقه معلومات گرفتم. اونا گفتن ما ایره نو شامل کردیم 2 روز میشه دیگه. پدرکشون مریض است، خودشون بیکار است، مادرکشون ضعیف است دیگه. 2 برادر دیگه داره که خود و اونا هم بیکار هستن. یکیش معسل است، مکتب میخوانه، متعلم است. من خواهشم از خواهرها و برادرایی که میخواهند کسایی را چنین بیمارهای را به گردن بگیرن، حداقل پول طبابتشانه، ما حاضر هستیم انشاءالله شما را وصل بکنیم با این فامیل. و ما در برنامه امروزی تشکری میکنم از برادر رفی. ما از کمک های از او که امروز ما آمدیم در این سروی، ما یک مقدار مواد ارتزاقی که در هر سروی خود به یک فامیل میتیم، انشاءالله کوشش ما است که به این فامیل همون مواد ارتزاقی را بتیم. تشکری میکنم از برادر رفی. بسیار زیاد تشکر میکنم از برادرم که میره به ما کمک کرد. بسیار زیاد بازم درشون بسیار زیاد تشکر از این کمکشون. حساب دوای پدرم که داد ما را بسیار زیاد تشکر ازشون میکنم. من هم به نوبه خود از او به نمایندگی از او برادرها تشکری میکنم. از شما هم تشکری میکنم. حاضر
کسی که کمک میکنه بیشتر زیاد تشکر خانه شما. از شما همچنان تشکر. ما براتان دعا میکنم که الله از برکت از این رمضان شما را شفا بده، شما را حالتتان عادی بسازه. در شما هم روز باشه که ببینیم تان جور هستین، جور میگردین، واقعا اون روز به ما بسیار روز خوشی میباشند. دوستان عزیز، برنامه امروزی ما بود. شما را به الله یکتا میسپاریم تا برنامه آینده، با امید از اینکه یکی از برادرها دست از این برادر را بگیرن تا که حداقل اگر ایت نشه همون دوای تسکینش که پولش هست همون دوا را حداقل اینا دائم داشته باشن که حداقل خود راحت احساس بکنن. شما را به الله یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت